عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما در رابطه حكم الزكاة ومكانت وجایگاه و عظمت زکات در شریعت و دین اسلام، بارک الله فیکم، یا متوجه باشیم که زکات این رکن از ارکان اسلام است و همه مسلمانان به اجماع هستند که فرض از فرضهای الله عز و جل است و رکن از ارکان اسلام است. و الله عز و جل می‌فرماید که و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، نماز را برپا بدارید و زکات را پرداخت بکنید. و همچنین الله عز و جل می‌فرماید که فإن تابوا اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فخلوا سبیلهم، اگر که مشرکین توبه کردن از شرکشان و نماز را قایم کردن و زکات را دادن، پس رها بکنید. فخلوا سبیلهم، یعنی راه اینها را رها بکنید، دیگر اینها را کمین نزنید. و در جای دیگر الله می‌فرماید که فاخوانکم فی الدین، یعنی اگر مشرکین اگر از شرکشان توبه کردن و نماز را انجام دادن و زکات را پرداخت کردن، پس در وقت اینها برادرهای دینی شما هستند. پس ببینید که در اینجا الله عز و جل اخوت دینی را زمان نسبت می‌دهد که این سه شرط انسان انجام بدهد: توبه از شرک و نماز را قایم کردن و زکات را دادن. در وقت الله می‌فرماید که اخوانکم فی الدین، برادرهای دینی شما هستند. در وقت برادرهای دینی شما هستند، این خود بیانگر عظمت و بزرگی و جایگاه و منزلت زکات در شریعت می‌کند. و همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که بنی الاسلام علی خمس، بنیاد اسلام بر 5 چیز است. فرمودند که اول کلمه شهادت است، و دوم اقام الصلاة، نماز را انجام دادن، و ایتاء الزکات و زکات را دادن. و این هم بیانگر عظمت و جایگاه زکات در شریعت از نگاه حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. و الله عز و جل در 82 جای قرآن الله عز و جل زکات را با نماز با هم یک جا ذکر کرده است و این بیانگر عظمت و بزرگی زکات در شریعت است و ارتباط زکات با نماز است. و همچنین خلیفه مسلمان ها ابوبکر صدیق فرمودند که والله لاقاتلن من فرق بین الصلاه و الزکات، قسم به الله که من حتما قتال میکنم، جنگ میکنم با کسانی که فرق قائل هستند بین نماز و زکات. لذا فرق نیست بین نماز و زکات. چگونه که زکات رکن از ارکان اسلام است، چگونه که نماز رکن از ارکان اسلام است، همینطور زکات هم رکن از ارکان اسلام است. چگونه که نماز فرض است از فرضهای الله عز و جل، زکات هم فرض از فرضهای الله عز و جل است. لذا هر کسی که اگر بین اینها فرق قائل باشد، ابوبکر صدیق گفتند که من با این افراد من میجنگم. و این از عظمت و بزرگی جایگاه زکات. الله برای شما توفیق بدهد. بارک الله فیکم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.